در ادامه داستان ریبرندینگ در دوران تحریم، الان داشتم میرفتم به طرف هتل، از این محل رد شدم تا کافی رو دیدم، یاد استارباکس افتادم چون نوشته استارز کافی، تقریبا یه چیزی شبیه لوگو استارباکس هم آورده. به هر حال همون که همیشه بهتون گفتم، دارن اینها این به هر حال این ترانزکشن رو از برندهای معروف غربی به طرف برندینگ خودشون با همون ذهنیت ها دارن حرکت میکنن. یعنی داره استارز کافی رو میاره ولی داره به مخاطب خودش ریمایند میکنه کار استار باکس رو. به هر حال به نظرم بد نیست، اینم یه جور دور زدن تحریمه.